السلام علیکم. حاضرین گرامی، محترم رئیس، پهلوانان، مردم سربلند ناحیه آوازدار و زیبامنظر ناحیه نورآباد، سرول مینتداری خود را بر رهبریت عالی مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی میرسانیم. ما از تشبث و غمخواری اینها گشتینگ اجدادی ما در عرصه جهانی بین المللی اعتراف شد و خوشبختانه امروز از تمام گوشه های دنیا و تاجیکستان قدم رنجه میکنند. من مینتداری صمیمانه خود را به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد و محترم رئیس و مردم سربلند که امروز دعوت نمودند، قدردانی نمودند، به نهایت برای ما یک نیروی زیاده میبخشد و در مسابقه های نوبتی کوشش بران میکنیم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. نوروز عجم مبارک هموطنان عزیز. تاجیکستان و پیش، سلامت و سربلند باشید.